میگویند مسلمانان تروریست هستند و دین اسلام هم منشأ جنگ. اما بیایید ببینیم که بزرگترین جنایتکاران تاریخ چه کسانی هستند. برخلاف تصور و القای دشمنان اسلام، بیشترین و دهشتناکترین جنایاتی که در آن میلیون ها بیگناه کشته شدند را ملحدین، یهودیان و مسیحیان در طول تاریخ و همچنین در دوران معاصر رقم زدند، نه مسلمانان. آن هم نه بر سر کفر و ایمان و مذهب، بلکه بر سر ملیت و تعصب نژادی و منافع مادی و استعمار. حال بیایید که با برخی از بزرگترین جنایات تاریخ بشر آشنا شویم. جنگ جهانی اول 17 میلیون کشته عاملان غیر مسلمانان. جنگ جهانی دوم 55 الی 70 میلیون کشته عاملان غیر مسلمانان. بمباران اتمی ناگاساکی 200,000 کشته عاملان غیر مسلمانان. جنگ ویتنام بیش از 5 میلیون کشته عاملان غیر مسلمانان. جنگ در بوسنی بیش از 500,000 کشته عاملان غیر مسلمانان. جنگ در عراق تاکنون 12 میلیون کشته عاملان غیر مسلمانان. فلسطین، عراق، میانمار و غیره که همچنان ادامه دارد به دست غیر مسلمانان. در کامبوج در سالیان 1975 الی 1979 حدود 3 میلیون کشته به دست غیر مسلمانان. حال بیایید ببینیم در تاریخ جهان چه کسان بیشترین انسانهای بیگناه را کشته‌اند. هیتلر او آغازگر جنگ جهانی دوم با 17 میلیون کشته در جهان و یک مسیحی بود. اما رسانه‌ها هیچ وقت مسیحیان را تروریست خطاب نمی کنند. ژوزف استالین او 20 میلیون انسان را قتل عام کرد که 14.5 میلیون نفر آنها از گرسنگی مردند. آیا او مسلمان بود؟ خیر، او یک ملحد و بیخدا بود. ماو تسه-تونگ او بین 14 تا 20 میلیون نفر را قتل عام کرد. آیا او مسلمان بود؟ خیر، یک ملحد بود. بنتو مسولین او 400,000 نفر را کشت. آیا او مسلمان بود؟ هربرت ترومن رئیس جمهور امریکا او در کسری از دقیقه 220,000 ژاپنی را در هیروشیما و ناگازاکی قتل عام کرد و هولناکترین جنایت تاریخ را رقم زد. آیا او مسلمان بود؟ خیر، او یک باپتیست یعنی مسیحی صهیونیست بود. اشغال و نسل کشی مستمر 70 ساله در فلسطین توسط وحشی ترین قوم زمین، صهیونیسم که تنها در جنگ 2014 بیش از 2300 نفر را شهید کردند که 500 تن از آنها کودک بودند. آیا ابن گوریون، مناخم بگین، موشه دایان، آریل شارون، شیمون پرس، اولمرت، نتانیاهو و غیره مسلمان بودند و هستند؟ محاصره اقتصادی که توسط جورج بوش در عراق اعمال شد، تنها 1,200,000 کودک در عراق کشته شدند. آیا جورج بوش مسلمان بود؟ خیر، او یک مسیحی اوانجلیست یعنی صهیونیست بود. لوید جورج او نخست وزیر انگلستان در جنگ جهانی اول بود که یک فقره از جنایات او قتل عام 9 میلیون تن از مردم ایران با ایجاد قحطی ساختگی برای تبدیل ایران به کشور خرد و ضعیف بود. آیا او مسلمان بود؟ و ده ها جنایتکار دیگر که هیچ کدام مسلمان نبودند، اما جنایات آنان تا پایان تاریخ و زمان از خاطره ها محو نخواهد شد. هیچ یک از سلاح‌های کشتار جمعی و یورشی توسط مسلمانان اختراع نشده. بزرگترین کشورهای اسلحه ساز یعنی امریکا، روسیه، چین و آلمان کشورهای غیر مسلمان هستند. مسلمانان در بخش اعظم ممالک دنیا خود قربانی تروریسم بودند، نه عامل تروریسم. بله، خطرناکتر از بمب اتم تفکر مبارزه با آرامش بخشترین مکتب جهان یعنی اسلام است. تفکر تعظیم در برابر مستکبران و فشار بر مظلومان برای دست کشیدن از مقاومت و دفاع از هستی خویش.